ونحو المسلمين. Sono magari grave, chiudo la trova, lascio una comune che ti pone, che ci sono parlando, che ti fai a questo domani con la gara, non vuoi poi, che sono cose che sono andate qua. A me anche spesso quello che ascoltiamo, ma solo ragazzi o come di questo, dopo io ho provato che sono magari كان يستطيع ما يجوز لكم تحت المنطقة تحت المنطقة ونظر إلى الدولة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله لمن حمده.
لمن حمده. Namaste tarawih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين كفروا يصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعلمون الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن لله إن الذين لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا ثبوتها تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الله يا الله لمن حمده
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ما كانوا يفسدون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل بغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين
وجعلنا أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. خواب‌هایی که از کجاش ریخته بیارم. وقتی که خواب‌ها را آوردن الله تعالی انسان را خلق کرد، یعنی آدم را خلق کرد، بابای ما و شما را خلق کرد. چند روز بود که آدم مانند یک صورت هیکل می‌ایستاد. وقتی که چند وقت گذشت الله تعالی خواست که اون انسان را از روح خودش روح دماند. از روح خودش فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقتی که روح میدمانده شد الله تعالی بابای انسانیت به پدر انسانیت به از روح خودش یعنی که روح داد و انسان از دو ماده از دو چیز از دو عنصر ترکیب یافته یکتش خاک و دیگرش روح. خاک از همین روی زمین، روح از آسمان و برای همین هر یکتش به غذای خودش در کار. یعنی زمین باشد اگر پشتن، خوردن، نوشیدن از این چیزا بود. اما یعنی روح باشد از خود همه آسمان که در کار. این باشد قرآن، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه آرام گیرد. وقتی که انسان غذای فقط برای جسمش حرکت میکند و کوشش میکند به دست بیارم میفته، اما غذا برای روحش نکند اگر این جسد همچون یک جسد تمام هیچ کار نمی‌کند. همین جسد سبب عزت پیدا میکنگیش از پشت روحش شده. همین روحش اگر غذای نغز گرفتگی باشد اگر جسد عزت پیدا میکنه. برای همین الله تعالی گفت که فإذا نفخته فی الروح فقعوا له ساجدین. وقتی که روح میدمانده شد آدم علیه السلام از روح خودش روح دماند. پس ملائکه ها گفت سجده کن، سجده کردم. بعد چند قرن ها گذشتن بعد الله تعالی از تمام خلقیت یک خلق را یک شخص را جدا کرد. بهترین شخص برای هر یک تیمو محبت اون شخص فرض عین است. برای وجود ما تا اینکه جنت بدرویم خوشبخت باشیم دنیا آخرت ما آباد باشد برای همون شخص محبت کردن و در کار که اون شخص جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله تعالی روز دوشنبه ماه ربیع الاول راست میاد به ماه میلادی و سال شماره میلادی اپریل به دنیا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. روز دوشنبه ماه ربیع الاول با حساب میلادی ماه اپریل سال 571 میلادی الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات الله علیه و سلم همونای دنیا خلق کرد، دنیا آورد. و یا همه شخصی بودم که ندیدم، یعنی یتیم تولد شدم. خیلی که الله تعالی قرآن میگه که ما تو رو یتیم نیافتیم میگه، یعنی به اون معنی که یتیم تولد شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که کمتر نگذشته مادرشان هم وفات کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دامنه
پدر مادر کلام شدگیشان میره. در حلیمه سعدیه یک شخص مادر آمده گرفته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو کلام کنه. از بودی ها از بیرون از شهر زنها می آمدند و دونی شهرانده که مردم بسیار بود، کسالها بسیار می آمد، هر خیل وباها می آمد، آمده گرفته ساده هم فرزندهای گرفته کلام میکنند و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو حلیمه سعدیه گرفته رفته کلام کنند. برای همین رسول الله صلی الله علیه وسلم در دامنه نه پدر نه مادر کلام شدند. الله تعالی از تمام کسبی ها رسول الله صلی الله علیه وسلم رو نگاه داشت. و این چنین یکی از خصلت ها صفات های رسول الله صلی الله علیه وسلم همین بود که محمد الامین بودن، یعنی آدمی امانت نگهدار، کسی که پول مالش میداد تنجین داد، خیانت نمیشد، چه خیلی دادگی بود همین خیلی میگرفت. آدمی که یک کس آمده معامله کنه دیگر کدام جهت بنباشد، خواه از جهتی مالی خواه از جهتی همت معامله یک مصلحت خوب میگیریم، یعنی تینجی که میبرد در صلاحیت بود. برای همین رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از لقبهاشون محمد الامین بود، شخصی امانت نگهدار. این پیش از پیغمبری و این چنین یکی از صفاتهای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی بود که مردکی با برکه بودن، مردکی با برکه. حلیمه سعدیه میگن که تا اونده میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خانه بیاریم همین قشلاق و صحرا میگن همه جا خشک سالی شده که میگن کوتی قریب که نمیشد میگن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردیم همه جا کبود شد میگن، مرده که با برکه بود رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن. و این چنین یک روز میگن حلیمه مادر رو وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو اومده گرفتن یک خرامو بود، همون خر که دیگه این شهر رو میامدیم و همین روز که میگرفتی که باشیم یک شرایطمون بهتر شود میامدیم بیچاره بر خرامو چولا بود میگن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتیم و گرام برفت آسمان مونده و این خر یک حرکت به درآمد که میگن رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه آدمی با برکه بودن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم 25 سالگیشان آنده با خدیجه ابن خویلد مادرم ازدواج کردن، یعنی زن شوهر شدن. 25 ساله بودن. خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بودن. و همین پیامبر صلی الله علیه و سلم به خریدار شدگی یعنی زوج شدگی خودی خدیجه رضی الله عنها، خصلت، رفتار، کردار. الله تعالی قرآن میگه که سوره قریش به رحلت الشتاء و الصیف، ما میگه عربای زمستان به یمن به میرفتن، بهار به تابستان به شام به میرفتن برای تجارت، برای سوداگری. وقتی که خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه وسلم رو شنیده بودن که آدمی امانت نگهدار، همونای برای تجارتشان کار بگرفتن. برای تجارتشان که کار بگرفتن همین صفتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم میشدن عمل بود. همین وقتانده صفتهای زیباشون که دیدن ازدواج کردنی شدن و زوج کرده ایستاده رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 ساله بودن و خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بودن. و این چنین رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا رحمت کند امام ابو حنیفه امام اعظم میگن که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خردسالیشان نه گناه کبیره کردند و
نه گناهی صغیره کردم. الله تعالی همیشه نگاه داشته بود که نه گناه کبیره کردم و نه گناه صغیره کردم. همیشه شخصی خوب بودم. و این چنین یکی از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که قدشان نه دراز نه گرده، معتدل، یه حال بود قدشان رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این چنین میگون که رسول الله صلی الله علیه و سلم ریششان زیچ بود. ریششان زیچ بود و بین همین ریشه ها شوننده یک تا دو تا ریشی سفیدشان هم بود. حتی این پیش از وفاتشان 20 دانه تقریبا ریشی سفیدشان بود رسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی که الله تعالی میگه که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. ما میگه در حقیقت برای شما یک رسول رو فرستادیم که عزیز علیه، برای شما بسیار مهربان و یعنی که کارهای شما برای پیش آمد کردنش راه نشان میکرد. الله تعالی ما عنتم حریص، برای شما حریص بود. خیلی حریص. حریص همین جا همین خیلی که وقتی که ما یگان چکوری، یگان دوزخ، یگان کج میرفتی باشیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما حریص حرکت کردن که ما همونجور ندارویم. برای همین الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که یگان چی نمونده ایستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم موی راهنمایی کردن به همون کار خوب. و کار خوب یگان کار خوب نموند که رسول الله صلی الله علیه و سلم راهنمایی نکرده باشد، یعنی که برای ما راهنمایی کردگی بود. و این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان کاری بد نمونده ایستاده همش تحذیر کنند، یعنی حذر کنند اما که این کاری گنده. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله تعالی سبب من امر معروف نهی منکر ختم قرآن کی مکانی ما زندگی ما خانواده ما برکات عطا فرما، از بلا آفت در گناهش نگاه دارد. ان شاء الله نصیب باشد خیر آینده با بعضی از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوییم. پروردگار صاحب بسام رحمت خوشی شده گذشتگان اهل حاضرین اون برادرانی که همیشه همسر بودن اون گذشته همسر بودن اجرای برنامه کردن تمام اهل قبول برنامه کردن واقعا اهل جماعت ها میخوان رحمت الله بدن بسیار مستفید و هدایت ها میخواهید و سمت این مراد محسن المشهور بحب و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.